بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اهل توحید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیکم. یک نقطه ای که شاید 10 بار تکرار کردیم، بار دیگر تکرار میکنیم به خاطر مسئله مهم بودنش. اگر همین نقطه رو فهمیدید، گمراه و ضال و مضل بودنی این جهمی های زمانه راسخ و هم مسلکانش رو میفهمید. ما در صحبت هایمون به شما گفتیم که یکی از سخنهایی که گمراهی از ضلالتی راسخ را نشان میدهد همین است که راسخ میگوید که کافرها مسلمان حقیقی نیستند. ما کافرها را مسلمان گفته میتوانیم و مسلمان میگوییم، لیکن مسلمانی غیر حقیقی میگوییم. انا همین سخن معرف راسخ گفت، زیرا که در اول معرف راسخ گفت که کفار مسلمان است. وقتی که ما تکفیر کردیم همچون آذری و همچون انکار کننده قرآن و سنت، او گفت که لغوی است، مجازی است و در بینش اینچنین و در آخر بسیار میگفت غیر حقیقی است. یعنی کفار مسلمان هستند و غیر حقیقی هستند. همه شما شنیدید این چیزها را. حالا هم در همین گروه شناخت معرف راسخ وجود دارد. ما گفتیم به شما که این صحبتش خیلی خطرناک است. غیر حقیقی گفتن کفار را مسلمان غیر حقیقی گفتن کفر است. برای چی؟ برای آن که یعنی کفار مسلمان حکمی گفتنی گپ است. شما دقت دادید یا ندادید نمیدونم، لیکن من این دو صحبتی که برادرها اهل توحید گذاشتند از یکی از همون هم مسلکان معرف راسخ، عیناً همین چیز میگوید حتی طاغوتی واضح و آشکار را میگوید که این کافر طاغوت مسلمان حکمی است، نه حقیقی. الله المستعان. اکنون من به شما گویم برادرم و خواهر موحدم، در شریعت در همین قرآن و سنت دو نمود مسلمان است. مسلمانی که حقیقی، ظاهر و باطنش، هم ظاهرا هم قلبا، ظاهر و باطنش مسلمان حقیقی که این مسلمان واقعی این جنتی به اذن الله، این راست جنت میرد به اذن الله، زیرا که مسلمان ظاهر و باطنش مسلمان است. دومین نمود مسلمان است که در قرآن و سنت مسلمان ظاهری، انا همین را حکمی میگویند. مسلمانی که طاغوت نیست، یک مسلمانی که طاغوت نیست. مسلمان و طاغوت در یک جا جمع شدنش ناممکن است. هم طاغوت و هم مسلمان گفتن کفر اکبر است. نه، این مسلمان است، ظاهرا کفر به طاغوت دارد. این مسلمان است، ظاهرا حکمش مسلمان است، زیرا که شرک نمی کند، کفر نمی کند. یعنی از او کفر دیده نشده، از او شرک دیده نشده، از او طاغوت پرستی دیده نشده، از او موالات کفار دیده نشده. او مسلمان است، نماز می خواند و شهادتین گفتگی است و مسلمانی عملها را می کند، نماز و زکات و روزه. ظاهرا همه شریعت انجام می دهد، اما ما از باطن او خبر نداریم. برای چی؟ برای که باطن قلب است. قلب ما فهمیده نمیتوانیم. انسانهای غیر عادی هم هیچ کسی فهمیده نمیتواند، بجز این که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت حیاتشون الله سبحانه و تعالی به پیامبر بعضی از قلبها رو خبر میداد، نه همه قلبها رو. پیامبر هم همه قلبها رو نمیدونستند، بعضی از قلبها رو الله خبر میداد. بعضی منافقین رو یا بعضی از صحابه به مانند حاتب بن بلتعه، بعد از اینکه مشکلی به وجود آمد از قلب او الله سبحانه و تعالی به پیامبر خبر داد. یعنی مقصد این که پیامبر هم قلب ها را نمیدونست، تنها الله سبحانه و تعالی از قلب آگاه است. ما وظیفه من چی است در این دنیا؟ به ظاهر انسان ها حکم کردن. ظاهر شرک بود مشرک، ظاهرش اسلام بود مسلمان. یک آدم نماز میخواند، زکات میدهد، روزه میدارد، عملهای مسلمانه را میکند، یعنی
یک زن نماز میخواند، حجاب میبندد، عملهای اسلامی را میکند، ما از او کفر ندیدیم، شرک ندیدیم، از او طاغوت و طاغوت پرستی ندیدیم، همون آدم در نزد ما ظاهرا مسلمان است. الله به ما امر کرد که ظاهرش به مسلمان گو، تو قلب او کتی کار ندار، تو پنهانی او کتی کار ندار، جاسوسی کرده نگرد. ظاهرش دیدی اسلام دیدی مسلمان، ظاهرش دیدی کفر دیدی کافر، شرک کرد به تو فرض است که مشرکش بگویی، کفر اکبر کرد فرض است که کافرش بگویی. اما وقتی که از او کفر اکبر ندیدی، شرک اکبر ندیدی، فقط نماز دیدی، از او حج دیدی، مسلمانی دیدی، او را مسلمان گو. گپ نمینجاست. انا این را مسلمان حکمی میگند، انا این را مسلمان حکمی میگند. بارک الله فیکم. مسلمان حکمی بار دیگر میگم در نزد اهل سنت و الجماعت این اهل قبله هست، این نمازخوان است، این یک آدم مسلمان است که کفر و شرک اکبر از او دیده نمیشود. اما مسلمان حکمی گفته این جهمی های زمانه طاغوت رو میگند، لشکران طاغوت رو میگند، مشرک ها را مسلمان حکمی میگند. انکن فهمیدید فرق ما را؟ برای همین اینها عاذر المشرک سختترین و کافرترینند. کسی که طاغوت آمده مسلمان حکمی گوید بعد از معرفت الحال، بعد از شناختنش، این کافر است. این سختترین عاذر المشرکین خودش طاغوت پرست است. مذهب معرف راسخ نمینجا مشکلی دارد، خبیث مذهبش نمینجا نقطه بدترینش است که وقتی که اینها کفار مسلمان گفتند، بعد از این مسلمان لغوی و مجازی، مقصدشون چی است؟ گفتن که مسلمان حقیقی نه، مسلمان حکمی. انمین است مسلمانی. من در اولم گفته بودم که سخنی که شما از محمد امین شنقیطی مثال آوردید، محمد امین شنقیطی مسلمان ظاهری و حکمی را لغوی گفته است، نه این که کافر و مشرک را. این خوبسا از سبب جهل، از سبب بیمنهجی، از سبب نفهمیدن، از سبب یک عالم طالب علم اهل سنت را گوش نکرده، تعلیم نگرفتن، خودآموزی کرده، پیروی از شیطان کردند. شیطان اینها را فریب داد، کفار و مشرکین را مسلمان حکم کرده ایستادند. مسلمان حکمی چی گفتنی گپ است؟ مسلمان گفتنی گپ است. آخر ما گفتیم که مسلمان حکمی یک مسلمانی که از او فقط اسلام دیده میشد، این رو مسلمان میگن. مسلمان حکمی گفتن یعنی مسلمان گفتن. اینا فکر میکنند که در شریعت فقط یک نمود مسلمان است، حقیقی. کسی که حقیقی نباشد کافر است. از این جهت اینا خوارج شد. یعنی کسی که مسلمان حقیقی نباشد کافر است گفتن، این معناش چیست؟ معناش این است که هر کسی که عقیدهش رو ظاهر نکرد، هر کسی که کفر بالطاغوتش رو به اینها نگفت، و در نزد اینها کفر است. والعیاذ بالله در یک لحظه مذهب اصول مذهب خوارجی رو گفته خوارج شدند، در یک لحظه اصول مذهب جهمی رو گفته جهمی شد. هر دو مذهب رو اصولش رو گفتن. در اسلام غیر از مسلمان حقیقی دیگر مسلمان نیست گفتن، این مذهب خوارجی است. خوارجی میگه که یا مسلمان حقیقی است یا مسلمان نیست. هر این در درون مسجد نمازخوانها، مردم نمازخوان، زنهای حجاب پوش مسلمه نمازخوان اهل سنت حکمش چیست؟ اونها میگن که این در نزد ما خوارجی میگن که در نزد ما کافر است. میگن زیرا از حقیقت او ما بخبریم، از عقیده او ما بخبریم. این حقیقی نیست، این مسلمان حقیقی نیست، این کافر است. میگن تکفیر بالعموم میگن. عیناً معرف راسخ و هم مسلکانش عیناً همین سخن رو میگه که فقط مسلمان حقیقی است. یعنی مسلمان غیر حقیقی باشی کافری. مسلمان غیر حقیقی، اولا مسلمان حقیقی کی است؟ حقیقی کسی که عقیده‌اش باید ظاهر کرده باشد، براءت ظاهر کرده باشد، عداوت ظاهر کرده باشد، کفر بالطاغوت ظاهر کرده باشد. آیا امروز همه مسلمان ها رو ما میدونیم عقیده‌اش رو، کفر بالطاغوتش ظاهر کردنش میدونیم؟ نه، بسیار آدم ها رو نمیدونیم. در نزد من شما همه که اومده ظاهر نمیکنه عقیده‌اش، یا که کفر بالطاغوتش و عداوتش به کفار مشرکین. از همین جهت مذهب این خوبسا مذهب خوارج شد. خوارج نصرت دادند از یک جانب که گفتن فقط مسلمان حقیقی است، فقط مسلمان حقیقی است گفتن مذهب خوارج است. مسلمان حکمی گفتن طاغوت ها، کفار، قبوری ها بعد از این جهمی شدند.
جهمی را مسلمان حکمی گفتن. مسلمان حکمی کدام مسلمان است؟ مسلمانی که حکم مسلمانی به او داده می شود، حق مسلمانی به او داده می شود، به او سلام کردن و نکاح کردن و میراث دادن و همه احکام اسلام به او جاری می شود، معامله مسلمانی کرده می شود. اینها آمدند و گفتند که طاغوت مسلمان حکمی است. از این مراد که طاغوت برادر مسلمان تو باشد، تو به طاغوت چیکار میکنی؟ 5 حق مسلمانی یا دیگر حقوق مسلمانی از میراث و از جزای مسلمانی او را مسلمان بگو. والعیاذ بالله. انمین است جهالت این خوبسا که از یک جانب اینها بر این خوارج مرض نیست، از یک جانب اینها بر این تکفیری نیست، از یک جانب اینها تمام موحدین تکفیر میکنند به خاطر اون که عقیدش نفهمیدند، از جانب دیگر اینها بر این جهمی خبیث نیست، اینها بر این کافر نیست، از جانب جهمیگی اینها بر این خبیثترین جهمی نیست، زیرا که طاغوت را دیده و دانسته مسلمان حکم میگن. والعیاذ بالله، والعیاذ بالله. و عجبا میگن، و عجبا. تعجب میکنم که چقدر دو اصولی به هم دیگر ضد تناقض در یک جا جمع میکرد. و یک نقطه دیگر همین است که برادران و خواهران عزیز، چهله که شما پیشتر یک چند سال پیش فکر میکردید که مدخلی ها و حزبی ها به هم دیگر ضدیت دارند، مدخلی ها و صوفی ها به هم دیگر ضدیت دارند، اما این گونه نبوده است. انا که دیدید ما وقتی که مدخلی ها زدیم، مدخلی ها از رولیک های حزبی ها، از ویدیو های سخن های حزبی ها استفاده برده ما رو میزدند. ما وقتی که حزبی ها را زدیم، حزبی ها از مدخلی ها استفاده بردند. من به شما گفته بودم که طریقه راسخ طریقه حزبی است. پیش از این مبشرش هم حزبی بود، پیش از این عبدالظاهرش هم حزبی بود، تا وقتی که ما تحریر کفرش بیان نکردیم، عبدالظاهر هم برآمده براءت از پیش خودش نکرده بود، بعد از ما دیروز کرده، 1-2-3 هفته شد. انکنون همین حزبی ها از سخنهای مدخلی ها، از ویدیوهای مدخلی ها کرده به گروه هایشون گذاشته. او مدخلی هایی که از ما لطکوب شده اند، در علما منهجا شکست خوردند، به مانندی محمد شریف و برادرش یک جاهل دیگر، اینها را شما میدانید که یک مشرکین آذری خبیث مدخلی است. انا از سخنهای همینها حالا هم مسلکان معرف راسخ در گروه هایشون گرفته منتشر کرده ایستادند بر ضد ما. یعنی ابو محمد رو بشناسید گفته مدخلی تاجیک منتشر میکرد، انا کنه شناسید. چخیلی که مدخلی ها حزبی ها رو بد میدید، همه حزبی ها رو بد میدید. وقتی که مدخلی ها رو زدیم، از حزبی ها گرفتند ضد ما زدند. چخیلی که مدخلی ها را حزبی ها بد میگفت، وقتی که حزب نهضت مشرکی تاجیکستان زدیم، اونها عبدالرحمن فاتح آوردند، قطعی او صحبت کردند. وقتی که عبدالرحمن فاتح همو میزنیم، حزبی ها را میگیرد. یعنی این مدخلی، اینش حزبی، هر دوش یک طاغوت پرست بیش نیست. چهره واقعی اینها را انا همچنین شناسید. اگر حق خواستنی باشد، بسم الله، انا همچنین چهره این خوب است و واضح شده است روز به روز. الله استون میکنه. بارک الله فیکم.